بلا تکلیف ترین سن برای انسان 40 سالگیه. یعنی دیگه نه اونقدر جوونی که چون خیلی جذابی بهت توجه بشه، نه اونقدر پیری که هواتو داشته باشن. یه چیز بلا تکلیفی کلن که اون وسط برای خودت میلولی. نه خیلی مو داری، نه کاملا کچلی، نه اونقدر شاقی که بگن چه گرد و بامزه است، نه اونقدر متناسبی که مسیرتو بپرسن بخوان برسوننت. 40 ساله ها خیلی تلاش میکنن که بگن ما هنوزم باحالیم. اینایی که 5 صبح دارن کوهو میرن بالا با صدای بلند به همه سلام میکنن اکثرا 40 سالشونه. تا تنها میشن لباسا رو میکنن و میسن جلو آینه، میخوان ببینن که هنوز رو فرمن یا نه. یکی رو میشناسم تو این حالت بود، ناغافل باباش اومد تو، هول شد گفت من به خدا قسم ازدواجه. آره.